اولین دور مسابقات فوتسال ادارات دولتی بامیان تحت عنوان جامی رمضانی آغاز شد. مسابقات فوتسال ادارات دولتی بامیان تحت عنوان جامی رمضانی عصر امروز سه شنبه 14 حود از طرف ریاست شاروالی بامیان با هماهنگی و همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت در ژیمنازیوم ورزشی جدید برگزار گردید. سید عبدالحکیم موسوی مدیر فرهنگی و اجتماعی ریاست شاروالی بامیان گفت که در این مسابقات 16 تیم از ادارات مختلف اشتراک ورزیده و به مدت 11 روز ادامه خواهد داشت. وی افزود در آغاز این رقابت‌ها تیم ریاست شهرسازی به مصاف تیم ریاست کار و امور اجتماعی رفته که در نتیجه تیم شهرسازی با تفاوتی 3-1 پیروزی را از آن خود کرد. از سوی دیگر حافظ شفیق الرحمن رحیمی آمر تربیت بدنی و ورزش بامیان هدف از برگزاری این مسابقات را احترام و استقبال از ماه مبارک رمضان و رشد فوتسال در بین کارمندان ادارات دولتی عنوان کرد.